فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی ما از زاهدان سوال کردن که گرفتن پول در بدل نصب ماهواره البته چه حکم داره؟ این هیچ گونه ممانعت شرعی نداره نصب ماهواره، ولو این که احتمال این وجود داشته باشه که فرضاً اگر این ماهواره را نصب بکنند و ترکیب بکنند احتمال داره که از این سوء استفاده بشه، اما خود این دلیلی برای حرمت این کار نمیشه، وگرنه اینو ما باید تعمیم بدیم به تمام موارد دیگری، تمام موادی که مثلا در جامعه فروخته میشد، فرض کن مانند کارد هست، اگر این کارد هم احتمال داره که از اون سوء استفاده بشه یا اینکه در به اصطلاح راههای خوب استفاده بشه برای رفع نیازها و اینو نمیشه یک حکم کلی صادر کرد. به صورت کلی این موارد جایز هست خرید و فروشش و پولی که در برای ترکیب یا نصب ماهواره گرفته میشه هیچ گونه حرمت شرعی در واقع نداره و گمان غالب ما این است که در جامعه مسلمان وقتی که فرد طرف مقابل مسلمان است این است که این ماهواره را در واقع در طرق خیر استفاده میکنه و برای شبکه‌های توحیدی و